کوچکترین خونه ماینکرافت چیه؟ منظورم از این خونه ها نیست که چند تا چوب بذارید و یه خونه بسازید. اینجوری که 9 تا بلاک رو میگیره، باید کمتر باشه. میگه با اسلپ اگر بسازیم در یه بلاک میشه، یه بلاک در اسلپ. و این کوچکترین خونه ماینکرافته و میتونی بریم توش و در رو ببند. میگی پس برای مطمئن شدن و ایمنی بودن زیاد اگر میخواید باشه، اگر هم اول بازی هستید که همون خونه خوبه، ولی اگر میخواید کوچکترین خونه داشته باشید این دستگاه رو میذارید. خب بعدشم اینو میذارید، میتونید برید توش. چون نمیشه. یه لحظه بچه این روش کار نمیکنه، همون جوری بهتره دیگه. چه کاری هستن؟ چه کار به کوچیکیش داری؟ یه خونه بساز دیگه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.